دیگه از قانون جذب استفاده نکن، چون قرار زندگی تو نابود کنه. سلام، من نینام و خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل. حتما چنل منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. ابتدای ویدیو یه چیزی گفتم، نه اینکه قانون جذب الکی باشه یا کار نکنه. اتفاقا خیلی هم خوب کار میکنه، ولی بستگی داره چطور ازش استفاده میکنی. اگه بلد باشی ازش استفاده کنی تو رو به عرش میرسونه، اگه بلد نباشی خیلی راحت تو رو به فرش میرسونه. اینجایی که هستم اکثر نزدیکام میدونن بیشتر اوقات 40% تلاش خودم بوده و 60% قدرت جذب بالایی که داشتم. اما متاسفانه بازه زمانی از زندگیم متوجه شدم که قانون جذب یه نقطه خیلی تاریک میتونه داشته باشه. کاملا داشتم ازش بد استفاده میکردم، جوری که هر چیزی علنا نمیخواستم داشت برام پیش می اومد. از بدترین ترسام بگیر تا بدترین اتفاقایی که همیشه اون پس ذهنم بود که خدای من امیدوارم هیچ وقت توی این موقعیت قرار نگیرم. و بعد متوجه شدم نه، من آدم بدشانسی نبودم. من خیلی راحت داشتم اونا رو جذب میکردم. تمام چیزایی در مورد قانون جذب شنیدی رو یه لحظه بذار کنار و به چیزی بهت میگم گوش بده. زبان خیلی ساده، هر فکری که توی سرت میاد یه ارتعاشی داره. اون ارتعاش یه نشونه‌ای داره. حالا وقتی اون نشونه رو دریافت میکنی، به یه فکر هم ارتعاش اون دوباره فکر میکنی، این میشه قانون جذب. مگر نه قانون جذب این حالتی نیستش دراز بکشی روی تختت و هی فکر کنی و به این فکر کنی که اوکی من دارم جذب میکنم، بینگو الان اتفاق میفته. اگر اتفاق نیفتاد قانون جذب الکیه. نه، تو باید یه حرکتی در راستاش انجام بدی که اون نشونه رو دریافت کنی. وقتی یه حرکتی در راستای اون نشونه انجام میدی، ارتعاش داری ساطع میکنی. قانون جذب چی میگه؟ میگه هر دو چیزی که شبیه همدیگه باشن از نظر ارتعاش، فرکانس و انرژی همدیگر رو جذب میکنن و باعث یه اتفاق بزرگ میشن که اون اتفاق در اصل میشه اتفاقی که تو جذبش کردی. قانون جذب میتونه خیلی بی‌رحم باشه. چرا اینو میگم؟ تو یه چیزی رو واقعا از ته دلت میخوای و کاملا واضحه که میدونی اون چیزو الان در دسترس نداری. قانون جذب چیکار میکنه؟ میگه نداری، تا آخر عمرت توی حسرت نداشتنت نگهت میدارم. و در این حال خیلی هم راحت گول میخوره. چطوری؟ تو یه چیزی رو واقعا میخوای، یه ماشین خیلی لوکس و گرون قیمت که مطمئنی با درآمد امسالت ممکن نیستش اینو بگیری، ولی هی فکر میکنی که ایول چقدر خفنه، این صندلیای چرمی چقدر خوبن، من چقدر دوست دارم توی این ماشین نشستم. حتی رویا پردازی میکنی. یه چیز اینجا بهت بگم، با خیال پردازی و رویا پردازی نه قبض اضافه برات میاد و نه کسی ازت پول میگیره و بازخواستت میکنه. و با خیال راحت هر چیزی که میخوای واقعا خیال پردازی کن. اون وقت قانون جذب بهت یه لحظه نگاه میکنه، میگه ایول این همین الانم ارتعاشش به اون ماشینه میخوره، پس من این ماشین رو یه جوری هر طوری که هست میذارم جلوی راهش و انقدر موقعیت‌های مختلف میذاره جلوت که تو در آخر بدون اینکه حتی متوجه باشی میبینی اون ماشین رو داری. یه دلیل دیگه چقدر قانون جذب میتونه نامرد عمل بکنه. اگر تو چیزی رو جذب کنی که جذب کردی و خوش به حاله، اما اگر دفعش کنی باید مدت‌ها زمان بذاری تا دوباره انرژیش رو همسو با چیزی که میخواستی بکنی. چون قانون جذب خیلی باهوشه. اگر احساس کنه 1% تو یه انرژی فرستادی که یه چیزی رو واقعا نمیخوای، که از داشتنش محرومی، اصلا تو رو اذیت نمیکنه. میگه اوکی من نمیخوام اذیتت کنم، بهت نمیدمش. و متاسفانه خیلی از ماها نمیدونیم چی رو دقیقاً داریم جذب میکنیم و چی رو داریم دفع میکنیم. حالا از کجا اینو بدونیم؟ چه بخوای قبول کنی چه نخوای، نه آدم خوششانسی هستی نه آدم بدشانسی هستی. در از هر اتفاقی که توی روزت داره برات میفته یا فردا قراره برات اتفاق بیفته، همون چیزیه که داری جذبش میکنی به واسطه انرژی و فرکانسی که اطرافت قرار دادی. شما وقتی امروز حالت خوب باشه، انرژی مثبت درونت باشه، از این تعریف میکنی، اونا تمجید میکنی، به همه عشق میدی، فردا تو در اصل داری میسازی. یهو به خودت میای میبینی یکی ازم بی‌دلیل تعریف کرد، خدای من یکی بهم لبخند زد، یا اصلا اینا هیچی، یه روز خیلی قابل تمجید و خوب داشتی، هیچ چیزی اذیتت نکرد. وقتی در حال تعریف و تمجید و شکرگزاری هستی، داری برای فردات برنامه‌ریزی می‌کنی. وقتی نگرانی، ناراحتی، حسرت داری، بازم داری برای فردات برنامه‌ریزی می‌کنی.
درس ما آدما اینطوری نگران میشیم که داریم کل تصوراتمون رو به هم میپردازیم، ما چی نداریم. نگران مصاحبه کاری هستی، نگران اعتماد به نفس کافی که نداری هستی، نگران چک و قبضاتی، نگران پولی که نداری هستی، نگران وارد شدن توی جمع هستی، بازم نگران ظاهرتی. در از هی داری تصور میکنی من یه چیزی رو ندارم، من یه چیزیم کمه، من یه چیزی. جهانم میگه باشه، این بخش مورد علاقه منه. قانون جذب کلا با یه سری مشکل داره. یه سری همیشه داره منفی عمل میکنه. خوشقلب‌ترین و مهربون‌ترین دختر یا پسر جهانم که باشی، یه ذره حسادت توی وجودت باشه، قانون جذب برات یا عمل نمیکنه یا کاملا منفی عمل میکنه. ارتعاش حسادت با ارتعاش جذب کاملا متفاوت هستش. وقتی میبینی همکارت یه چیزی خریده که تو نتونستی بگیریش، ارتعاش حسادت همون ارتعاش نداشتن توی وجود تو هستش و قانون جذب به تو علنا نگاه میکنه و میگه اون این چیزو نداره، حسرتشو داره میکشه. من موظفم به چیزی که درون این آدم داره اتفاق میفته نگاه بکنم. چیه؟ حسرت نداشتنه. پس من تو رو تا آخر عمرت توی حسرت داشتن این چیز نگه میدارم. در از قانون جذب اینطوریه که تو هر حسی داشته باشی به همون نگاه میکنه و دوست داره اونو بهت بیشتر بده. قانون جذب اعتیاد داره که به تو یه چیزی بده. در از قانون جذب با هیچ کدوم ماها قهر نیست، اتفاقا اعتیاد داره که همون حسی رو ما داریم هی بیشترش کنه. با چی؟ با نشونه هایی که میفرسته جلوت. حالا میخوام بهت یه نقشه راهنما بدم تا بدونی از امروز تا 5 سال آینده قرار چه چیزایی رو جذب کنی. در از باورات، اعتقادات، جاهایی که توشون حضور پیدا میکنی، کارهایی که انجام میدی و آدمایی که باشون توی ارتباطی کاملا بهت میتونن بگن از الان تا 5 سال آینده قراره چه موقعیت‌ها و چه اتفاقایی رو جذب بکنی. چون خواه یا نخواه حتی جاهایی که حضور پیدا میکنی روی ارتعاش وجودی شما داره تاثیر میذاره، یا مثبته یا منفی هستش. و قانون جذب همونطور که گفتم چیزایی که شبیه به همدیگه باشن رو جذب میکنه و باعث یه اتفاق بزرگتر میشه. یه مثال ساده، تو میتونستی روزتو، هفته‌تو با باشگاه رفتن، سر کار رفتن، کتابخونه یا حتی کافه‌ای که سرت به کار خودت باشه بری و این قدم‌ها، این مکانایی که رفتی به خاطر انرژیشون باعث بشن تو انرژی و ارتعاش یه فرد موفق رو بگیری و در آینده یه اتفاق خیلی خوب که باعث رشد و موفقیتت بشه رو جذب کنی. به جاش کل هفته تو صرف بیرون رفتنه الکی با آدمای الکی، پارتیای مختلف و حتی کارهایی که خودت هم میدونی برای تو مناسب نیستن انجام بدی. اینم میتونه باعث یه اتفاق بزرگتر بشه که تو شاید تا چند سال آینده کل وقت تو بخوای اینطوری صرف بکنی. البته همیشه هم اینطوری نیستش که همون لحظه این اتفاق بیفته بگی وای کل هفتم پس قراره اینجوری باشه. نه، وقتی یه جای شهودت بهت میگه داری اشتباه میکنی و خودت هم میفهمی که داری اشتباه میکنی، اون لحظه کائنات، جهان هستی، قانون جذب وقتی میبینن تو واقعا دوست نداشتی توی اون لحظه با اون آدما توی اون مکان قرار بگیری، درسته حس پشیمونی داری، حست میتونه بیشتر حتی بشه، ولی موقعی که درس میگیری و به خودت میگی خب جای من اینجا نبود، جهان هستی به تو نگاه میکنه و میگه خودش متوجه شد، پس دیگه تو همچین موقعیتی قرارش نمیدم، درسشو گرفت. بخش بزرگی در مورد قانون جذب برمیگرده به تصویرسازی. یه چیز شخصی بخوام بهتون بگم، من هر بار که تصویرسازی عمیق داشتم، عمیق که میگم شما موقعی تصویرسازی اون حسی که واقعا ممکنه توی اون لحظه اگه برات اتفاق بیفته رو حس بکنی، اون میشه عمیق. من هر موقع یه تصویرسازی عمیق داشتم کمتر از 2 ماه بهش رسیدم و مهم نبود اون اتفاق در رابطه با یه مکان بود، در رابطه با یه آدم بود و یا حتی شرایط شخصی خودم. یه خاطره جالب و خنده‌دار براتون تعریف کنم. این چیزی براتون میخوام تعریف کنم برمیگرده به 5 سال پیش که من کار مدلینگ انجام نمیدادم و حتی همچین چیزی رو توی وجود خودم هم نمیدیدم. برای اولین بار توی زندگیم بود که داشتم تصویرسازی عمیق انجام میدادم.
و حتی مطلع نبودم که واقعا قرار اتفاق بیفته، چون واقعا داشتم حسش میکردم توی تصویرسازی. اون موقع سنم خیلی کم بود و از یه رابطه اومده بودم بیرون، هندزفری گذاشتم توی گوشم و شروع کردم به رویا پردازی با چشم بسته. داشتم خیال میکردم یه لباس قرمز پوشیدم و توی برف چند تا عکاس ازم عکاسی میکنم و پارتنر سابقمو دارم از اون دور نگاه میکنم و لحظه واقعا برام مهم بود طرز تفکر اون آدم. چون تو اون لحظه با خودش بگه وای خدای من، اون دختر ارزشش بیشتر از من بود. اونقدر این تصویرسازی توی اون لحظه به من حس قشنگی داد که من واقعا انگار سفر کردم، یه لحظه توی برفا جلوی دوربین عکاسی بودم و داشتم پوز میگرفتم، در صورتی که من حتی اون لحظه نمیدونستم به جای ژست اسم حرفه‌ای ترش پوزه. 4 ماه بعدش یکی از بچه‌های باشگاه بهم پیشنهاد عکاسی داد و گفت 2 تا عکاس خارجی میشناسم، اومدن ایران و دنبال مدل میگردن، چهره تو خیلی قشنگه و دوست دارن باهات همکاری کنن و منم قبول کردم. جالبیش میدونی چیه؟ من به کل اون تصویرسازی رو فراموش کرده بودم. صورت ناخودآگاه یه لباس قرمز پوشیده بودم و حدس می‌زنی کجا عکاسی انجام شد؟ تو دل برف. و من دقیقاً همون حسی رو تجربه کردم موقع عکاسی که توی خیال پردازیم تجربهش کرده بودم و توی اون لحظه اصلاً یادم هم نبود همچین صحنه ای رو با جزئیاتش که همون جزئیات دقیقاً داشت اتفاق میافتاد تصور کرده بودم. درسته پارتنر سابقی که دوست داشتم من از دور نگاه بکنه وجود نداشت، ولی انقدر اون حس رو دوست داشتم که همون حس باعث شدش من دوباره پیشنهاد عکاسی بگیرم. انقدر پیشنهاد عکاسی بگیرم که یا به خودم بیام ببینم کاری که همیشه دوست داشتم انجام بدم، مدلینگ رو شروع کردم. بعد از اون جریان یه طرز تفکری اومد توی سر من که هیچ چیزی تا روزی که زنده هستی غیر ممکن نیست. هیچ چیز. چون خودم با همین یه جمله غیر ممکن ترین چیزا رو ممکن کردم. خیلی دوست داشتم در مورد قانون جذب بیشتر بتونم باهاتون صحبت کنم، ولی تایم ویدیو خیلی زیاد میشه برای اولین ویدیوی یوتیوبم. اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. راستی توی کامنت ها بهم بگو فکر میکنی چیزی رو توی زندگی جذب کردی یا بیشتر داشتی دفع میکردی؟ ویدیوی بعدی در مورد راه‌های تقلب اینکه چطوری راحت تر بتونیم یه سری چیزا رو جذب بکنیم قراره با هم صحبت کنیم.